سلام عرض میکنم حضور هر یکی شما همدیاران عزیز و ارجمند، هواداران خنده و دوستان عزیز و ارجمند. البته هر یکی شما را به امروز محفل زیبا خوش آمده نوری دیده تاج سر میگه. باید قید نماییم که کارمندان و رهبریت تئاتر خلقی شهر پنجکین همه ساله بخشیده به روزی خنده یک برنامه جالب آماده میکنند و پیشنهاد هواداران میگردانند و امسال هم تصمیم گرفتند که یک برنامه جالب تهیه و پیشنهاد گردانند. راستی دوستان عزیز، خیلی برنامه ها جالب است و در یک جایگی با هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکین، سراینده ها، استادان این برنامه آماده شده و امیدوارم که پسندی خاطری هر یکی شما میگردد. میگویند که خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند. اگر یک روحیه خوبی نداریم میتوانیم که با تماشا و شنیدن یک برنامه جالب همون خستگی هامان، همون طبع ناجورمان را از خود دور کنیم. و امیدوارم دوستانی عزیز که این برنامه‌ای که امروز آماده گردیده اون خستگی های شما را رفع میکند، لحظه باشد هم خاطر شما را بالیده میگرداند. خب اکنون دوستانی عزیز شروع میکنیم به پیشنهاد برنامه های جالبی که امروز آماده شده و بار دیگر خاطر نشان میسازم دوستانی عزیز که در یک جایگی با هنرمندان تئاتر خلقی شهر پنجکین برای امروزه برنامه جلب شدند چندی از جوانان، چندی از هوسکاران شهر باستانی پنجکین. و اینک دوستانی عزیز شروع میکنیم و نخست یک نمایش جالب نام دارد الف تجه یک جا تماشا میکنیم. استراحت خوش برای هر یک شما تمنا میکنم. آمد دستی راست باش این اصلی هر زمان بسته از یاد دادن نخودم این چیز هم اینجاش اینه خدمم پس دارم چیز اینجا اینجاش اینه بالا سری محمد اینجا بشینه خدایا اینجا بانگنده انا آقا باشو بینه این بانگنده این وای مامش اپاریون بایشا باز کنم سنجو نشبه اما ای وای تو جلو بود چه بود این کاراش همه ساخته دیچینه این آباز یا اپاریون بایشا ببینم خیزه اپاریون اپاریون ها دیوانه اپاریون نه اپاریون بوده گیش ای هوایده نصفه هستنی نصفه زیده من چکر میگ نصفه چی؟ این کارتانو کنی دامن تید نصفه اینا گوش نمیچی بس کنم تو چیکو کرستی؟ اینا گوش ندارش اینا میمورد ببینید انا فشه گرانده اکش خوارم سیر شد انا دیگه باشم انا بیان شرمنده بکنید تو این اومش پین پین من شب پیشیمو با آرام دادم بالون رو میمونیم نکنیم نه کنم بالون رو میستدم چیکار میکنی اینا؟ بوده نمیکن اصلا دختر انتون از میدرسیم سواد خواهی نمیشه نه ای توبه چنجی ببین کاسمتیکی قیمتم نیست توبه شما گرفته تومه؟ ما نگرفته گیر تو همه دبیره نه تو همه مردم خیلی نتیجه دامه حاضر به شعبه کارگاه داخلی زن بزنم نگاه اوزده میدوختم یاخته تو بی بحضر بیرالده میشون بی من کاسمتیک من دخترم نه تو همه نگرفته تو بکنمه روی روز دومت نکنه دیدی؟ در نفتی محمد مردم دیده که من نبودلم نبر چشمتون بازو چوب بیا اینا جرد ساده میچی بده ای خاله جان، عمک جان شما آمده تام برای چی آمده تام؟
پولگیری پولگیری؟ نزدیکتر شدیم گفتیم ما نزدیکتر شدیم تلویزیون گفت ما نزدیکتر شده آمدیم حالا جان چند سو میگیری؟ دلار سودا 5000 سوم دلار خوش من پول دادم چی؟ کی دادی؟ تو پول نداده که تو حالا جان من پول دادم چیکار میکنی؟ کی دادی تو؟ من پول نگرفتم چی نمی‌دونی؟ خیلی دادی اصلا پول ندادم اگر پول تیم اگر دولت ولی اگر دو انت می‌دادم چی نمی‌دونم اگر و مگر اگر دیگر دخترم همون من یک فهم که خدا گرزم هم تو باشیه که اول نشینم و راست مادرم بازار افتا درام آخری بازار میرم و یک تا زردکی مایده کسی گریف 6 قیف کرد زردکی مایده کرد؟ عزیز گو موندگیشو چیکار میکنی تو؟ ماندگیش کو با همون مشکل میشینم و راست بازارم یک چیزی میگیرم و خانه را انا بعد خانه با قلفش نیست قلفش هست اون وقت این کس مایده کم باشم بار دیوار خیلی میزنن و در روز کلانه میکشم خانه میگره خانه در آنها چیکار میکنی تو؟ خانه در روی میکرد دخترم خوراک میپزم یک سوال میگی تو اتو کلان هست رئیس هستی ها جزا نمیفهم جزا رئیس جان یک منت رئیس جان همین دو مزاجان آمدن من نمیفهمم من اینها رو نمیفهمم نمیدونم خودتون گپ زنید که همین السلام علیکم جان خالش نفسی سلام علیکم نفسی با من دیا شما السلام علیکم اون کس آدمی نه کلیدی نباورده اون کس شتگی خیلی شاید یک بیده بیده من پنجاه سامان که همیشه می اخته همت پاس اوی تو رئیس این کارخانه کلام توبه نخواد 50 سامانتی پنجاه سامان گیری اینم کم دیا بچی اون کس نامه نروان مستفید نشم جان گوید خولا توبه مستفید آخه نامه نروان تو نامت رئیس این پام هم وقت میجازن اینجا طول میتکو صد سامانی دیگر با کمون خواهد یک دادی خولا دو این دفعه الهی اوی نگرم کتم دو کاره کارش که خیلی کرد شما کجا رو نگاه میکنید؟ این صفحات چیکار کرده؟ جایی بیچاره‌ام پشتی دو رفته دیدید؟ من نفهمیدم رئیس این مرد بیایم تماما بدن درآمده رو ندیدید وای ها کیستم؟ اینها کلیت‌های پیشینه هر وقت آمدن داریشون گیرید طرفتان میگیرن امروزه کار جنبست میکنم حتما خوبه باید من کنشون مهمان برنامه امروزه ما هنرمند خانه فرهنگی رقمی یک نزد بخش فرهنگ شهر پنجکین هنرمند خوش صدا اصل‌الدین حکیموف مرحبا عزیزم میخوانم منو شیخانم تو برو بیرون از خانه میمیرم اگر نایی میدانی آخر تو یا نه بیا که در این زمانه
عزیزمه عزیزمه عزیزم عزیزمه عزیزمه عزیزم زلفکاتا کردی شانم تو مرا کردی دیوانم زلفکاتا کردی شانم تو مرا کردی دیوانم ای دختر بیا بر پیشم مستبید عاشقانه با خدا که یارو تصم تو دیگر مکن بهانه عزیزمه عزیزمه عزیزم عزیزمه عزیزمه عزیزم روزی که تو رو ندیدم به تو تنهایی کشیدم روزی که تو رو ندیدم به تو تنهایی کشیدم تو رو نکردم فراموش بیا بگیرم براهوش خودت میدونی ای دختر رنگش نکاد مرا کش عزیزمه عزیزمه عزیزم عزیزمه عزیزمه عزیزم میخوانم من عاشقانم تو برو بیرون از خانه میمیرم اگر نهایی میدونی آخر تو یانم بیا که در این زمانه عشق من و تو میمانم عزیزمه عزیزمه عزیزم عزیزمه عزیزمه عزیزم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم تو ای آرامی جان تو ای نامهربان بیا و پیشم بیمان رحم بگو ناجوان در عشق تو اسیرم درد آمد به زنجیرم از من مباش عشق من با خدا من میمیرم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم
گفتی مانده قرار رحم بکن ای نگار چشم من در انتظار مده دلم رازار مرا از من یارم به تو من سخت بیمارم تو را پرستش دارم با درد دارم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو به تو با عشق تو بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم سلام باشید. مهمانان عزیز و ارجمند برنامه رنگین ما بخشیده به روز خنده ادامه دارد. حالا باشد نمایشنامه کماندیروفکا که از جانب هنرمندان تئاتر خلقی شهر پنجکند آماده گردیده است پیشکشتان می‌گردد. مرحبا.